تهدید شدن خانواده مهرجویی قبل از انجام فاجعه توسط اتباع غیر ایرانی. چند روز پیش خبر کشته شدن داریوش مهرجویی و همسرش در ویلاشون شوک بزرگی به جامعه سینما و مردم وارد کرد. خبر این اتفاق توسط دختر این دو نفر به فوریت‌های پزشکی داده میشه. گویا وقتی مونا دختر مهرجویی وارد خونه شده با پیکر بیجان پدر مادرش روبرو شده. حتی نمیتونم تصور کنم توی اون لحظه چه حس بدی داشته. بعد از حضور پلیس و آمبولانس‌ها در محل گزارش شد که هر دو در خونه‌شون که به هم ریخته شده بوده و طلاهای همسر داریوش مهرجویی دزدیده شده بوده و با آثار خفگی و برخورد دو جسم سخت و یک جسم تیز که احتمالاً چاقو بوده کشته شده بودند. اجساد این دو نفر برای بررسی بیشتر به پزشک قانونی برده میشه. وحید محمدی فر همسر داریوش مهرجویی قبل از رخ دادن این اتفاق پستی در اینستاگرامش منتشر کرد که ساعت 8 شب با صدای سگ نگهبانشان احساس خطر کردند و پس از قفل نمودن درها از پشت پنجره شخصی که به در چسبیده بوده را دیدن. ابتدا فکر کردن شوخیه. چند بار گفتن که تو کی هستی؟ اون شخص با لهجه غیر ایرانی حرفهای رکیکی زده و چاقوی را از پشت پنجره نشون داده و اونا رو تهدید کرده و بعد وحید محمدی فر گفته به پلیس زنگ میزنم و اون شخص گفته حساب همتون رو میرسم. به گفته پلیس البرز با توجه به نوع خشونت در قتل این دو نفر احتمالاً کینه شخصی وجود داشته. حالا چه کینه‌ای؟ داریوش مهرجویی کمپینی مبنی بر دستگیری و خارج سازی افراد غیر قانونی مخصوصاً افغان‌ها از کشور تشکیل داده بوده و با توجه به لهجه غیر ایرانی شخص احتمال این فرضیه رو بیشتر میکنه و سرقت‌های جزئی طلا و موبایل‌ها برای ردگم کنی بوده. بعد از بازگشت خانواده مهرجویی از فرانسه آنها متوجه ناپدید شدن سنتورهایی که برای فیلم سنتوری بوده خبردار شدن و سپس از فردی که از خونه اونا مراقبت میکرده درخواست کردن که به دیدنشون بیاد، اما اون فرد نمیاد. بعد از اتفاق افتادن این اعمال مشکوک اونا تصمیم گرفتن برای امنیت خانواده‌شون به تهران برن. بعد از این گزارشات کارآگاهان به سرنخ‌های جدیدی رسیدن و 4 مظنون رو که از جمله اونها باغبون اون خونه هم بوده بازداشت کردن، اما هیچ کدوم جزء اتباع خارجی نبودن. گفته میشه ابتدا با یک چوب به سر داریوش مهرجویی زده شده که کشنده نبوده و بعد با چاقو 2 ضربه به گلوش زده شده و مرحوم محمدی فر با ضربات چاقو به شاهرگش به قتل رسیده. در ویلا دوربینی وجود نداشته و دوربین‌های مداربسته شهرک هم خراب بودن. مونا مهرجویی دختر داریوش مهرجویی اون روز در کلاس آموزشی و گالری نقاشی بوده و از ساعت 8 شب با پدر توسط پیامک در ارتباط بوده و تا ساعت 10 شب ادامه داشته و گویا قتل از ساعت 10 شب به بعد رخ داده. مونا از پدر درباره شام پرسیده بود و وقتی به در ویلا رسیده از وضعیت غیرعادی اونجا مطلع میشه و به یکی از افراد معتمدش که از قضا راننده شخصیشون هم بوده تماس میگیره تا همراه او وارد خونه بشن. مونا همچنین سعی میکنه با پدر و مادرش هم تماس بگیره اما هیچ کدوم اونا جواب نمیدن. بعد از ورود به خانه او با پیکر بیجان و خون‌آلود پدر و مادرش روبرو میشه و فوراً با پلیس تماس میگیره و به پیشنهاد اونها هرچه سریعتر به آمبولانس هم خبر میدن. اتفاقات تلخ سینما از حدش گذشته و این آخرین تیر خلاصی بر پیکر سینما و تلویزیون ایران بود. پیکر این بازیگر امروز در بهشت زهرا در قطع هنرمندان به خاک سپرده شده. امیدوارم صبر زیادی برای دختر این خانواده که یک شب پدر و مادرش رو از دست داده بشه. زندگی بر وفق مراد.